در سال قبل ترمیم دروازه گلابه آبی دروازه گلابه نقلو را انجام دادیم. 38 سال می شد که دروازه گلابه نقلو بند بود و تمام رسوبات و سیلاب هایی که می آمد کلش دست کاسه ذخیره شده که در حدود 20 متر ما عمق قضیه که معلوم کردیم در اوجا رسوبات ذخیره شده. ما توانستیم که این دروازه را پس دوباره فعال بسازیم بعد از 38 سال و این دروازه را باز بسازیم و یک مقدار هنگفته از رسوبات از این دروازه تخلیه کنیم که خود باعث از این میشه که گنجایش آب بیشتر شود و تولید داخلی ما هم ازدیاد بیافته. تیم تکنیکی برشنا شرکت توانستند که توربین نمبر 2 فابریکه مایپر هم دوباره ترمیم کنند که 22 مگاوات برق در اونجا هم افزود شده و یک توربینی که از سالهای متمادی خراب است بر از اونها هم پلان امساله داریم که او را هم با کمپانی زمین صحبت کنیم و در پلان مالی هم گنجانیدیم تا او را هم ترمیم اساسی کنیم. در سرتاسر افغانستان دستگاه‌های آبی کوچکی که موجود بود از سالهای متمادی اگر ترمیم نشده بود و یا توجه صورت نگرفته بود برای تمام از اونها پلان‌های کاری ساختیم و بسیاری از اونها را ترمیم کردیم که در حدود 1 مگاوات ما فی ساعت تولیدات داخلی خود در این بخش تنها اضافه دادیم از بخش مایکرو هایدرو. ساحاتی که توسط زورمندان در ساحه نقلو سروبی غصب شده بود ما دوباره اونا را از پیششان برگشتاندیم و بسیاری از تأسیسات ما که از طرف مردم عام استفاده می شد بدون کدام قرارداد بود و ما امروز از اونا قرارداد کردیم تمامش پس دوباره از غصب نجات دادیم و امروز تقریبا در حدود 8.6 میلیون افغانی سالانه بر ما از این بابت مفاد می رسد.